سلام و درود. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من چاوش هستم و تو این ویدیو میخوام بهتون چند تا اوتفیت ناب معرفی کنم که خودم هم اینا رو ور میدارم. Let's go. قبل از اینکه بریم اینو بهتون بگم که من خیلی از ابیگل و جک بدم میاد. جک خیلی یوبسه، ابیگل هم زیاد حال نمیکنم باش. خب برای کلاه ما دو نوع کلاه میتونیم بذاریم. یکی این کلاه هستش، این رنگش، حالا رنگ‌های مختلف هم داره. یکی هم این کلاه هستش که آموزش گرفتنشو براتون میذارم. این کلاه هم نظرم کلاه خوبیه، قشنگ کلاه کابوییه. برای وست ما این وست رو میتونیم بذاریم و مشکی، وست مشکی. برای شرت هم سند کلار اوور شرت، رنگ مشکیش، حالا رنگ سفید هم میتونید انتخاب کنید، بستگی به خودتون داره. برای شلوار یا همون پنس به نظر من everyday پنس مشکی بهترین گزینه است. بعد میریم سراغ بوت. این بوت رو میتونید از سندنی بخرین. اگه اشتباه نکنم شاپ های چیز هم داشته باشن، ولنتاین و کلن، هر شاپی که توش لباس داشته باشه. چپس هم این چپس طلاییش مخصوصا خیلی خوبه، با همه چیزا ست میشه. برای دستکش ها ما میتونیم این دستکش رو بندازیم یا اینکه این دستکش رو، که این دستکش هم باحاله ولی خب من زیاد حال نمیکنم، بیشتر برای روی کت پوشیدن خوبه. ولی این دستکش با همه چی ست میشه تقریبا. برای کیف، این کیف ها رو میتونید از فنس بخرید، خیلی کیفای باحالی هست، همشو به سلیقه خودتون میتونید بنازین، ولی من اینو بیشتر از همه دوست دارم. کیف آرتورو جانم هست ولی خب این اوتفیت دوم هستش که خوراک موقعی که وقتی میخواین برین سمت آرمادیلو اینا. برای کلاه ما این کلاه میتونیم انتخاب کنیم که همون سمتای آرمادیلو اگه تو این کمپ ها چیز کنید میبینینش، کلاه رو میتونید به دستش بیارید. این رنگش بذارید این پوسماریه، خیلی قشنگه. برای شرت میتونید این شرت رو بندازین که خیلی ست میشه، یا اینکه میتونید پیرن سفید بپوشید، همون سند کلار اوور شرت، ببینید خیلی خوشگل میشه. یا اینکه همون مشکیشو دوباره بپوشید. نظر من مشکی، آره مشکی باحال تره. کلا هر ردت پلیری اولین انتخابش چیز مشکیه. برای پنس هم دوباره همون everyday پنس مشکی. حالا این بار میتونید چپس هم اضافه کنید. ما دو تا چپس داریم، یکی این چپس ها که هر رنگیشو خواستین ست کنید، معمولا سیاهش بیشتر ست میشه. حالا یا اینکه این چپس، من نظر خودم رو اینه، این همه رنگاشو بگیرید از لباس فروشی ها و این رنگش به نظر من باحال تره. برای بوتس هم دوباره همون بوتس که قبلا بهتون گفتم و دیگه همه چیش همون قبلیه که بهتون گفتم. خب این اوتفیت برفیه که برای سرماست کلن، که کتشو میتونید از ترپر بگیرید برای فکر کنم گوزن لژندری، و بقیهش هم در واقع همون اولین اوتفیتی بود که بهتون دادم. وستش همونه، پنسش همونه، بقیه چیزاش هم همونه. خب برای اوتفیت دوم من جا نداشتم، مجبور شدم رو همین بذارم دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید. برای اوتفیت دوم باید ما کت برداریم که این کت به نظر من مناسب ترین کته، که این رنگش رو برمیداریم که یقاش یکم توش قرمزه. برای وست ما دو حق انتخاب داریم، میتونیم یا قرمز برداریم یا مشکی، که من قرمز برداشتم که خیلی خوشگل تره. برای پنس بازم everyday پنس، حالا قرمزش سلیقه‌ایه ولی مشکیش بهتره. بازم میتونید این کلاه بردارید، خیلی باحاله. اینو که بهتون گفتم دوباره میگم، این رنگش هم میتونید بردارید، خیلی قشنگه. این کلاه بلند هم میتونید بردارید که خیلی انگلیسی میده بهتون، ولی خب فکر نکنم برای یه کابوی
مثلا این بال باشه، ولی خوشگله. یه دونه این کلاه میتونید بردارین که این حالت مافیاتور بهتون میده. به نظر من باله. مرسی که این ویدیو رو تا آخر دیدین. اگه به دردتون خورد لایک کنید، ساب کنید و اگه نظری دارید یا سوالی دارید کامنت ها رو پرسید.